گندم گندم گندم. سلام ماما. اوی آرایششو دید. ماما آشتی کنیم با هم. آشتی دیگه گندم میشه؟ دو تا تو شهر باله. دست بکنم. اسمشون چی بود؟ راست. خب همدیگر رو خیلی دوست داشتم. واسه همین همدیگر رو محکم بغل کرده بود. خب همدیگر رو همیشه بغل کردم. خب یه روز با هم دعواشون شد. خب قهر کردن. یکی روشو کردیم و یکی روشو کرد. شدن کوزه. خب بعد یکیشون رفت کجا؟ بره مسافرت دوستش. ببینم من بلده برید اگه خب تو جای من بودی یکی میومد میزد به شیشه ماشینه تو چیکار میکردی؟ میزدم کوفتش میکردم مثل تو که حرف نمیزدم. گفتم مثل دفعه پیش ماشازم بده. مثل دفعه پیش چیکارت کنه؟ ماشازم بده. ماشازت بده. بعد چیکار کردی؟ ماشازت داد. آره موهاش چربه چون که پر روغنه دیگه. ماساژ سر گرفته. خدا چی گفتی ماما؟ هیچ که به من توجه نمیکنه. کی بهت توجه نمیکنه ماما؟ تو بابا. چجوری باید توجه کنیم الان به تو؟ به من کارتون نمیذاری. تو کارتون نمیذاری. کارتون بذار. هیچ کی به تو توجه نمیکنه. میخوری زمین ها. کجا؟ باید چطورت بگم میگه بالا پایین کجا؟ میخوام ببرم لوازم التحریر. لوازم التحریر میدونی چیه؟ چیه؟ یه جای پر مداد رنگی، آب رنگ، مداد شمی، دفتر، خودکار، پاکن، خطکش، تمام چیزایی که دوست داری. من زیرش چی؟ گربه چیکار؟ نه نخوری. آها گربه بهبت رو نخوره. آلبالو تو میخواست بخوره؟ اومدی بالا خودتو تو آینه نگاه کنی؟ چی؟ نه نه کنی. مهمون داریم. مهمون عاشق ماست هستیم. کپولی هم هست خیلی. عاشق چیزایی مورد علاقشه. آره ده چیزای مورد علاقه شه. آره میلو بودو. چی؟ یه بار دیگه بگو چی؟ ماما من بزرگ شدم اینو بهم بده. هم لبه آرنجشانشو بده چون که اون موقع پیر شدی دیگه. بازش کنم؟ چی؟ تو نباید سر مامانت داد بزنی. تو نباید داد بیداد کنی. اگه داد بیداد کنی
غذاشو بهش نشون داد. گندم میخوام بخورم ماما. نه چرا؟ بسته. چرا؟ چون رژیمی. رژیم نیستم ماما. مامان بعد شکلات باید تو غذا بخوری نه بلوبری. چرا؟ چون بادکنک میشی. تو چرا میخوری؟ خب من بچم تو بزرگه. این چیه اینجات؟ این موهاتو کی اینجور کرده؟ خودم. چرا؟ این شیرینه. افتادش خون بازی شده. گرفتی؟ خون بازی؟ من چی؟ همینطوری به جایی که اینطوری بذاری تو دهن خودت اینجوری بذاری تو دهن خب؟ البته خودم. من چی ماما؟ تو رژیمی.